شام فوتبالیتان بخیر باشد همدیران عزیز و ارجمند مخلصان فوتبال. منتخب تا 16 ساله های تاجیکستان اوید به فوتبال در مسابقه کف در شهر تاشکند غالب گردیدند و این شام ما برای یک صحبت سرمربی منتخب تا 16 ساله های تاجیکستان جعفر جان احمدوف و اینچنین بهشتی رجبزاد بهترین بازیگر این مسابقه و منور انورزاد را به صحبت خود دعوت کردیم. خوش آمدید بچه‌ها. سر اول البته مبارکتون باشد. واقعا شما یک قهرمانی دیگر کردید در پس منظر آن که همکنون منتخب ملی ما با جام آسیا را خط گرفت. من فکر میکنم که این یک موفقیت خیلی بزرگ فوتبال تاجیک بود و دیگر اینکه البته ما این عنوان رو طی سالهای دیگر هم داشتیم 4 مراتب. همکنون شما یک تقویت خوبی برای این غالبیت ها بخشیدید. خب مشکل بود این همه جعفر؟ تشکر زیاد. سلام علیکم. بله یگان بازی با آسانی نگذشته بود. فکر میکنم که بچه ها بسیار کاری کلان و بزرگ را انجام دادن. بله البته ما از اول میخواستیم این غلبه را برای تمام ملتمون، برای جمهوریمون بخشیده به استقلالیت، خیلی که میدونیم 35 سالگی است. بله بله. و بعد از آن خیلی که شما قید کردید دسته اساسیمون به جام آسیا راحت یافتن. این هم با بعد از همه این غلبه ها مهم بود که ما باز دوام دهیم. بسیار خوب جعفر، من همین چیز در ذهن دور میزد البته که مثلا بعد برآمدن منتخب ملی ما با جام آسیا همکنون ما هم با قولی که مثلا کاری رو انجام کنیم که خیلی کاری دیدنی باشد. همین چیز در ذهن بود قبل از شروع مسابقه؟ البته شاید در ذهن بود، اما تمرکز اساسیمان در برآمد در کف بود. میخواستیم جمهوری تاجیکستان رو پرچم رو بلند برداریم، بازی خوب نشون دهیم. برای همین با بچه هایم یگان گونه فشار نبود که ما باید تکرار کنیم یا دیگر. ما فقط یک مقصد داشتیم. ما داشتیم 4 بازی. بچه ها این چیز رو میدونستن. هر بازی ما آمادگی میدیم به بازی آینده و هر بازی ما مقصد داشتیم که از هر یک رقابت غلبه به دست بیاریم. خب بیشتر من تا آنه که از فوتبال البته شما رو سوال بدهم میخواستم درباره نام شما بپرسم. این نام زیبا و خوب و خوشتر را کی با شما گذاشت؟ تشکر. سلام علیکم. این نام را با من یک از خویشاوندان نزدیک با من گذاشته بود طی سالهای پیش. خب در آوانی که تولد شدی البته. بله بله. متاسفانه این حال آن شخص از اونا گذاشتن. ولی آن نام را با من گذاشته بودن. باشد. خوب منور بیشتی تا کدام اندازه من همین باوری ها رو احساس میکردید که و ما باید البته در این مسابقه پیروز شد؟ ما با همراه دسته با همراه مربیان طی 1 سال و 8 ماه میشود که خیلی هم تیاری جدی برای این مسابقه دیدیم و ما از اول باوری داشتیم که نتیجه خوب در این مسابقه به دست میاریم و نقشه‌ای که مربیان با ما دادن بودن ما این نقشه را اجرا کرده در این مسابقه پیروز شدیم. بسیار عجیب، بسیار خوب. خب بیشتر همکنون صحبت از شما البته تا کدام اندازه باوری ها بودن؟ بله خب منور گفتن. ما تیاری بسیار جدی دیدیم و یکی از مقصدهای ما با هم دستگانم با مربیان این غالب شدن در جام کفه بود. این مقصد ما طول 1 سال و 8 ماه مشق میکنیم. این یکی از مقصدهای ما بود و ما باوری داشتیم و این جام رو به دست آوردیم. خب ببینید که به نظر چنین میرسید که همین بازی های اول با آسانی دست میداد. گل های زیادی میزدیم، از حریف گل نمیخوردیم. بازی ها آسان بودن یا اینکه هم تو به نظر ما همین گونه مینمود؟ همه غلبه ها رو ما کوشش و مهنت تلاش کرده به دست آوردیم و چگونه که قید کردیم در بازی اخیر فشار کمی بلند بود از همه جهت. ما
با همراه مربیان با همراه دسته تمامی می‌دانستیم که تمامی جمهوری غلبه ما را انتظار است که ما با جام به وطن برمیگردیم و فکر من است که از همین جهت با ما بازیگران فشار کمتر زیادتر بود. منال جان، خب سربانی منتخب بودن چه احساسی هست مثلا؟ البته بچه ها شاید کمتر فشار داشتن، اما مسئولیت یک نفر البته همچون سربان، البته مسئولیت سرمربی کاملا چیز دیگر است. سربان هم البته یک گونه مسئولیت دیگر دارد، چون که او باید بفهماند، بگوید در میدان چیزی رو برای بچه ها. خب چگونه احساس است همین؟ سربان دسته بودن آسان است. البته در درون میدان در همه حالت باید بازیگران را دستگیری کردن در کار است و عهده‌داری خیلی هم کلان است. بیشتر یگان وقت احساس میشد که مثلا منور به سر کسی داد میزند در کجای مثلا اگر اشتباهایی بدن احساس میکردی؟ نه، من راستش احساس نمیکردم. من تنها یک چیز احساس میکردم وقتی که بازی من در میدان پیش نمیرفت، دستگیری فقط از جانب منور میدیدم. البته دستگیری سربانی دسته همین مسئولیت رو دارد. خب برای شما کدام بازی از همه دیدن مشکل بود؟ باز هم بازی هم با ازبکستان؟ بله، بازی با ازبکستان. از چه لحاظ مشکلیت؟ نمیدونم، هنگامی که با میدان برآمدم فشار بالام بود، بازی خیلی بود. میدان خانگی آنها البته. بله، خیلی منور خرید کردن که جام ما رو در تاجیکستان همه نگاه دارند و ما باید جام را به دست بیاریم. ما فشار بالام در آمدیم، بازی مشکل بود. جعفر، البته بچه ها و اندیشه های خود را، احساسات خود را گفتن که مثلا سربانی چگونه است و مثلا فشار چگونه بود و خب سرمربی چگونه احساسات دارد در همین لحظه ها که البته با قولی که باید چی یک مسئولیت بزرگی را انجام کرد؟ برای من سرمربی بودن این دسته بسیار یک حلاوت کلان است. از فشار نمیترسم، گویم اگر خطا نمیکنم، برای که میدونم که جوابگو برای همه نتیجه سراول از من است. البته من وقتی که پیش از آغاز نمودن این کار من تیار بودم که من جوابگوی نتیجه میشم. خیلی که قید کردم برای این دسته سرمربی بودن برای من یک حلاوت میبیارد، برای اون که یک انتظام پروفسیونالی که بازیگران ما در مدت این یک سال زیادی که ما یک جای کار کردیم پیدا کردن، هوس و خیلی خودشون رو برای کارشون دوده کردن. این بسیار مهم است و هر یک روزی که ما با اینا کار میکنیم این یک حلاوت است. جعفر، ببینید که با همین بچه هایی که در سین سال گذشته هستند کار کردن اصلا آسان است، چون که ببینید البته هوا و حواس دیگر در سر دارند، البته که مسئولیت فوتبالشون دیگر، اما به هر صورت این سین سال گذشته است. مشکل است در همین مرحله ها کار کردن با بچه ها؟ البته کمی دیگر است، برای که در این سین سال بچه های ما حالا هم در روند پیشرفت هستند. ما برای این اولین درجه وظیفه ما همین است که برای پیشرفت آنها ما کمک کنیم. البته هر یک روز در مشق و تمرین هایمان یک چیز نو بیاموزیم. برای همین از وابسته از سین و سالشون این وظیفه ما کمی دیگر است. وظیفه ما همین است که برای درست روان کنیم، تربیت کنیم، مثل نه تنها مربی باشیم بلکه پدر، جوره، برادر. بچه انتظام کاری رو دائم رعایت میکردید؟ مثلا البته یک مرحله طولانی بود که یک جایه بودید با سرمربی، مثلا آمادگی میدیدید. البته چگونه که گفتیم شما در سین سال گذشته هستید، البته هوا و حواس دیگر، اما انتظام کاری، انتظامی به قول مهنت، انتظام فوتبالی، مسئولیت شما البته در درجه بلند بود که چون که در پیش یک اجرای یک وظیفه خیلی بزرگ ایستاده است. بله، پرینسیپی دسته ما همین بود و هر یک چیزی که سرمربی به ما میگفت ما از خود میکردیم. ما یک دسته بودیم، ما در پیش خود مقصد میگذاشتیم و همین بود که ما تا اینجا رسیدیم. یعنی همه برای یک کس برای همه، همین خیلی پرینسیپ نه؟
برای چگونه بیشتر خرید کردن یک کس برای همه برای یک کس بود در دسته و چقدر که مربی‌ها برای ما میگفتند در روی اول انتظام است و در جای دوم فوتبال اولین درجه انتظام رو ما خیلی خوب رعایت می‌کردیم با همراهی همسایگانمون و ما انتظام رو پیشه کرده و چنین موفقیت رسیدیم. بسیار خوب. البته جعفر جان ببینید که اساسی به دست آمدن این موفقیت البته یک روند خوبی آمادگی است. البته شرایط کامل من فکر میکنم که از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شرایط ها برای آمادگی همین دسته ما فراهم آورده شده بود. بله شما درست قید کردید. اولا این شرایط است. شرایطی اونه که ما داشتیم امکانیت تیاری دیدن. چخیلی که شما میدونید این یک پروگرام از فیفا است با یک جایگی با فدراسیون فوتبال تاجیکستان. بسیار هم مهنت و زحمت های کلان کشیده شده از فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای آینده فوتبال تاجیک، برای آینده این دسته. و چخیلی که بچه قید کردن طول 1 سال و 8 ماه است. زیاده از 1 سال است که اینا یک جای مشق تمرین میکنن. در بین 1 سال ما زیاده از 30 بازی بین المللی انجام دادیم که این خودش یک تجربه کلان است برای این بچگان. و همچنین پیش از اشتراک در کافا ما آمادگی نهاییمون رو در قرقیزستان برگزار کردیم. در اونجا در مسابقه شروع کردیم. ضد دسته های قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان آزمایی کردیم. همه این شرایط از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان با ما گذاشته بود که این کمک زیادی رسوند. تا کدام اندازه شما حریفان رو میدونستید؟ از فیلسوفیای بازی حریفان خود تا کدام اندازه آگاه بودید؟ مثلا از قرقیزستان و ترکمنستان و مثلا ازبکستان؟ اوید با دسته ترکمنستان معلومات کم بود چون همیشه میتونم گفته که یگان معلومات نداشتیم برای که ترکمنستان همه بازیاشون محکم بود. بله اصولا همون منتخب ملیشون هم همین گونه از دسته هایی که در لیگ چمپیون ها هم برآمد میکنن، در مثلا جام دعوت هم خلاصه در کجایی که بازی نمیکنن یک نوع معلومات های خیلی خیره و کم هستن که ما متاسفانه نمیتوانیم این معلومات رو بله ما کوشش کردیم که مثلا سالهای کلانتری تا 20 سالهای ترکمنستان رو تماشا کنیم. یک برای خود چیزی براریم که با کدام سیستم و سخema بازی میکنن، اما اویدی دسته تا 16 سالهشون یگان معلوماتی نداشتیم. ما که معلومات نداشتیم، اما چی بود در همین جا که ما توانستیم که با دسته آنها خیلی گل های زیاد بزنیم؟ با تیاری خیلی خوب دیدیم برای بازی با مقابل ترکمنستان. حریف را نادیده نگرفتیم و از اول دقیقه تا آخر دقیقه کوشش میکردیم که بازی را با غلبه انجام دهیم و نگاه نکرده به حساب بازی ما تا آخرین لحظه کوشش میکردیم که چند قیم میتوانیم گل بسیار در بازی این دسته زنیم، چون که در این مسابقه گل خیلی هم رول کلان رو بازی میکرد. بسیار خوب. من همین غالبیت اول بیشتر با ما کدام نمود باوری رو باز زیاد کرد؟ ما در بازی اول غالب آمدیم، همکنون میدونستیم که مثلا در پیشکی ها هستند، اما تا کدام اندازه ما باوری داشتیم که در بازی دوم هم غالبیت به دست میاریم؟ نوابسته از بازی اولی که ما با حساب بزرگ پیروز گشتیم و برای ما این در این مسابقه هر یک بازی برای ما مثل فینال بود. ما باید هر یک بازی رو باید با غلبه باید انجام میدادیم تا غالبیت رو در این مسابقه به دست آوریم و همین بود که توانستیم که بر مقابل دیگر حریفان نیز با غلبه های بزرگ به دست آوریم. به هر صورت بازی با ترکمنستان وزنین تر بود یا با قرقیزستان؟ من فکر میکنم با ترکمنستان اول یگان 10 دقیقه اول بازی وزمین بود، هنگامی که ما حساب بازی رو کشیدیم و بازی رو به دست خود گرفتیم و توانستیم که با غلبه انجام دهیم. پیش از بازی با قرقیزستان باشد ما با بچه‌ها پیش از بازی همه تیاری جدی دیده بودیم و چه خیلی گویم همین خواهشی غلبه بسیار بود و ما توانستیم که غلبه رو با حساب بزرگ با مقابل قرقیزستان نیز به دست آوریم. البته زدن 4 گل و 5 گل در هر بازی این بسیار موفقیت بزرگ است، اما به هر صورت چون بازی با ازبکستان بود
در اینجا تقدیر چمپیونی حل میشد، چون که در صورت باخت البته ما این چمپیونی رو از دست میدادیم. مساوی البته برای ما بهتر بود، البته غلبه به جانب ما بود. در صورت غلبه ما کاملا چمپیون میشیم. انا در همین موردها جعفر، یک مربی با بچه‌ها چی گفته میتواند؟ با فوتبال بازان خود، با شاگردان خود چی حرف‌هایی را خواهد گفت که آنها البته روحیه‌شان کاملا نسبت این بازی دیگر شود و برآیند و با قول جان خود را فدا کنند این چمپیونی را به دست بیارند؟ چی حرف‌هایی هستند که شاید ما نمیدونیم، همین سرمربی‌ها همون حرف‌ها را میدونند؟ شما درست قید کردید. بین ما بسیار حرفا زده شده بودند. ما بسیار صحبت میکردیم اویدی بازی آینده. هر یک بازی برای ما بازی نو بود. ما به هر یک بازی جدی تیاری میدیم. همچنین به بازی با دسته ازبکستان مثلا برای ما نبود نتیجه که ما بازی رو مساوی انجام دهیم و چمپیون شویم. در فکر این تنها غلبه تماما در فکر این نبودیم. ما با بچه‌ها تیاری دیده بودیم. ما نقشه خود رو داشتیم که بازی خودمون رو بازم تکرار کنیم، نشان دهیم. ما گفتن هموند که دسته ازبکستان بسیار هم دسته تجربه داری خوب است. همچنین از سبب آنی که آنها تنها غلبه به آنها لازم بود، فشار از اول بازی بسیار هم بلند بود. در این سن و سال نه همه وقت می شود احساسیات خود را نگاه داشتن. برای همین با فوتبال بازی ما شاید کمتر دشوارتر بود. با بازی مثل هر بازی گذشته درآیند. از همین سبب کمتر دشوارتر بود که ما بازی رو توانیم از اول به دست گرفته. اما در چخیل که شما گفتید بسیار سخنان بودن. همه سخنان درباره دولت، ملتمون، آبرویمون، درباره برادران و خواهرانمون که همگان انتظاری جان بودن از ما. سخنان درباره همون فوتبال بازان خرد بود که ارزوی در جای همین فوتبال بازان بودن رو داشتند. همه این چیزها رو فوتبال بازان ما بسیار خوب میدونستند و یا نه تنها برای من و شما بازی کردن، بلکه که برای تمام ملت و تمام جمهوری ما. بسیار خوب. منور، خب ثانیه های آخرین بازی با ازبکستان صدای پشتک داور بلند شد. ما صاحب جام شدیم. اولین زنگی که با شما آمد یا اولین زنگی که شما زدید با کی بود؟ یا از کی آمد این مبارکبادی و این تبریکات؟ راست گپ، در میدان بازی فینالی ما رو پدرم تماشا داشت. این برای من یک نیروی لاوگی بود و بعد از بازی اولین شخصی که من زنگ زدم مادرم بود. آفرین. بیشتر فکر میکنم پدر شما هم در ورزشگاه حضور داشت. بله، چخیلی که منور خیلی کردم. برای من نیز یک نیروی لاوگی بود و من اول پدرم را تبریک نمود و آمدم. اولین پیام من راستی گپ از همسنفان هم فهمیدم، چون یک چیز عجیبی بود. من پیش از همین مسابقه با همسنفان هم جمع شده بودم و جمع همین صحبت رفته شده بود و گفتن تو با اونجا سفر میکنیم، مسابقه خیلی وزین است. گفتم من با آنها گفتم که من مقصد خود رو دارم، من از اون چمپیون باید با بهترین بازیگر و جام باید برگردم و آنها با من گفتن اگر تو با همین جام و بهترین بازیگر برگردی چقدر گویم یک شب نشینی از نام ما گفتن و من گفتم خوب. و بعد بازی که اومدم هم تلفن رو که گرفتم هم زنگ زدن و پیامک فرستادن، تبریک نمودن همین خیلی و من از همسنفانم فهمیدم. شب نشینی رو خوردید یا نه؟ حالا نه. من فکر میکنم که من و جعفر و البته منور هم شما دعوت میکنید. چرا نه؟ چون که این غالبیت همه ما و شما است. فکر میکنم که این خرسندی همه ما و شما است. واقعا با وعدت وفا کردی. آفرینت. و دوستان عزیز با یک بار دیگر خاطر رسان میکنم که بهشتی بهترین بازیگر این مسابقه دانسته شد و در ردیف بهشتی ما یک نامیناسیون دیگر هم داریم. نشانزن بهترین این مسابقه هم محض بازیگر منتخب تاجیکستان سیاوش
نظر افشین. خوب این غالبیت هم البته چی چیزی از چی چیزی گواه هست، یعنی که ما نه اینکه یک غالبیت رو به دست آوردیم بلکه در نامیناسیون‌های انفرادی هم اکنون ما پیشرفت بودیم. این غلبه دستاوی بود، اما برآمد اندیویدوالی ما هم خوب بود. چقدر که شما قید کردید بیشتر سیاوش بسیار هم گل‌های زیبا رو به ثمر رسونید. فکر میکنم همون مهنت و انتظام فوتبالی و پروفسیونالی که فوتبال بازان طول یک سال دراز در اکادمیا داشتن، همه همون بعداً در نتیجه کافا حاصل خودش رو داد. بسیار خوب جعفر. خوب ما با یک موفقیت دیگری بزرگ رسیدیم. همکنون شما این جام رو به تاجیکستان آوردید. خوب اکنون چی خواهد بود با این بچه هایی که همکنون افتخاری ما هستند؟ خوب چی نقشه هایی هستند در پیش؟ خب داریم نقشه های کوتاه مدت و همچنین نقشه های درازتر. این سال این یکمین تجربه است برای فوتبال بازانیمان در لیگ یکم بازی میکنیم. در کوتاه مدت ما تیاری به هر یک بازی یکم لیگ میبینیم که همزمان همون بازی ها برای ما یک تجربه میشد که وظیفه و نقشه اساسی همون این اشتراک در جام آسیا هست و یک بار دیگر ملت همون رو، پرچم جمهوری همون رو بلند برداشتن از تاجیکستان بیرون است و برای همین وظیفه اساسی همون درست تیاری دیدن به جام آسیا هست که هر یک اشتباهی که داشتیم، هر یک نارسایی که داشتیم در بازی هایمون در جام کافا اصلاح نموده بازم بهتر و پرقوتر شده در جام آسیا جمهوری تاجیکستان همون رو معرفی کنیم. بسیار خوب بچه ها، همکنون سطح مسابقه بالاتر می رود از کافا و جام آسیا. خوب همکنون باز فکر میکنم که آمادگی ها دو چند و ده چند خواهد بود، چون که در اونجا هم البته باید ملت رو معرفی کرد، وطن رو باید معرفی کرد. بله، ما نقشه خود رو در پیش داریم با سرمربیانمون. ما امسال در لیگ یک برآمد میکنیم و همین خیل باز ادامه میدهیم تا در جام آسیا نیز دستاورد بزرگ برای مخلصان تاجیک، برای جمهوری امان به دست بیاریم. آفرین، بسیار خوب، انتظاریم. البته چقدر که قید کردیم ما وظیفه خود را در مسابقه کافا به انجام رساندیم، غالبیت را به دست آوردیم و بر دوش ما وظیفه نو واگذار شده است که خیلی یک نتیجه خیلی خوب در مسابقه آسیا، جام آسیا به دست آوریم. بیشتر خوب. البته مخلصان و نمیتوانید که مینداری خود را با مخلصان برسانید و البته وعده دهید که در جام آسیا هم همین گونه غالبیت را به دست میارید. بله، و من نیز تشکری خود را به همه مخلصان که در داخل کشور، بیرون از کشور، در نزدیک‌های نیلگون از همه جایی که ما رو تماشا میکنن و آن نورسانه که از شهر خوجند بودن به اونجا اومدن ما رو دستگیری کردن و تشکر خود به آنها نیز میرسونیم و من امید دارم که در جام آسیا نیز به این گونه دستاوردهای بزرگ نائل میگردیم. ما منتداری خود را با تمام مخلصانی که در جمهوری تاجیکستان ما را انتظار بودن و بیرون از تاجیکستان ما را دستگیری میکردن، مخلصان تاجیک، منتداری خود را بیان میکنیم و با فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان که چنین شرایط ها را برای ما مهیا کرد که ما با این دستاوردها برسیم. بسیار خوب. ما البته بچه ها باوری داریم از شما، چون که فوتبال تاجیک پیش می رود و انتظار هستیم که البته منتخب ملی ما، شما بچه ها سزاوارانه ملت ما را در جام آسیا معرفی میکنید. یک بار دیگر از نام همه بیننده های عزیز و ارجمند مخلصان فوتبال تاجیک شما را با این پیروزی تبریک و تهنیت میگویم. البته و دوستان عزیز مخلصان فوتبال شما را هم به این پیشرفت و موفقیت بزرگ تبریک و تهنیت میگویم و خاطررسان میکنیم که در جام کافا در شهر تاشکند منتخب 16 ساله های تاجیکستان اوید به فوتبال با سربری جعفر احمدوف عنوان قهرمانی را
به دست آوردم. و این شام ما با جعفر احمدوف و بهشتی رجبزاده و اینچنین منور انورزاد یک صحبت سری اشتراک منتخبی ما در تاشکند داشتیم و برای ایشان، برای صحبت خوششان اظهار سپاس. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.